با سلام. در جلسه قبلی ما اسکالا کامپایلر رو برای سیستم عامل خودمون نصب کردیم و اون رو اجرا کردیم. حالا که مطمئنیم میتونیم از اسکالا به صورت اینتراکتیو استفاده کنیم، میتونیم این بخش رو آغاز کنیم. خب، اولین موضوعی که ما باید در مورد اسکالا بدونیم اینه که برخلاف خیلی از زبانهای تایپ سیف دیگه مثل خود جاوا یا سی شارپ میتونیم به صورت اینتراکتیو با اون کار بکنیم. حالا این به چه معنیه؟ به این معنیه که شما میتونید یک کنسولی باز بکنید و تک تک دستورات اسکالا رو اجرا بکنید و خروجی اون رو مشاهده بکنید. به این قابلیت REPL گفته میشه که مخفف کلمات read، evaluate، print و loop هست. یعنی هر دستوری که شما مینویسید خونده میشه، evaluate میشه، چاپ میشه بر روی صفحه و همین کار دوباره انجام میشه. خب، برای اینکه این ویژگی زبان اسکالا، یعنی ویژگی خود زبان که نیست، این ویژگی کامپایلر اسکالا و محیط اسکالا رو ببینیم، شما میتونید یک کامند پرامپت جدید در ویندوز یا یک شل باز بکنید در بقیه سیستم عامل ها تا بتونیم این قسمت رو پیش بریم. خب، برای این کار ابتدا من نیاز دارم که یک شل جدید باز بکنم. بذارید من از محیط اسکالا بیام بیرون. برای این کار شما یک شل جدید باز میکنید یا یک کامند پرامپت در ویندوز و دستور اسکالا رو اجرا میکنید. اگر کل کارها به صورت صحیح انجام شده باشه، شما وارد محیط ریپل از اسکالا میشید که میتونید دستورات اسکالا رو اینجا اجرا بکنید و خروجی رو در همون لحظه دریافت کنید. خب، ابتدایی ترین چیزی که ما اجرا میکنیم مثال کلاسیک هلو ورلد هست. تعریف استرینگ همانند تعریف استرینگ در خیلی از زبانهای دیگه هست. شما با استفاده از دابل کوتیشن و فقط دابل کوتیشن میتونید استرینگ رو تعریف کنید. ما الان یک لیترال استرینگ به نام هلو اسپیس ایجاد کردیم. با دستور پلاس میتونید اون رو کانکت بکنید. ما میخوایم اینو کانکت بکنیم با کلمه ورد. و روی خط بعد شما خروجی دستورتون رو میتونید مشاهده بکنید و حالا یه دستور دیگر رو اجرا بکنید. یه چیز خیلی مهمی که همین لحظه ما متوجه شدیم اینه که در زبان اسکالا شما نیازی به استفاده از سمیکالن ندارید. حالا بقیه چیزهای مرتبط با اسکالا هم میبینیم، ویژگی های دیگه شو که باعث شدن این زبان لایت ویت بشه، سبک وزن بشه. اولین چیزش اینه که شما هیچ وقت نیاز به سمیکالن پیدا نمیکنید و اصلا کانونشن اینه که از سمیکالن استفاده نکنید چون به صورت آپشنال هست. شما میتونید از این ویژگی استفاده بکنید، اما بهتره چیزی که کانونشن بیست پرکتیس توی اسکالا اینه که از این دستور استفاده نکنید. خب، توی محیط ریپل اسکالا چند تا دستور خیلی مهم داریم، خیلی کاربردی هستن. اولین دستور کولون سی پی هست که شما میتونید یک جر فایل رو به کلاس پتتون اضافه کنید. وقتی شما یک جر فایل رو به کلاس پتتون اضافه میکنید، از اون به بعد میتونید از تمام کلاس ها و اون اینترفیس هایی که اون لایبرری در اختیار شما میذاره استفاده بکنید. برای مثال شما میتونید یک جر فایل بسازید در بخشی از برنامه‌تون و از اون جر فایل در برنامه‌های دیگه استفاده بکنید و با استفاده از دستور کولون سی پی میتونید اونو بر روی ریپل لود بکنید. خب، دستور دیگه‌ای که تنها دستوریه که لازم هست شما بدونید کولون هلپ هست، چون با استفاده از این دستور بقیه دستورات رو میتونید پیدا بکنید. دستور بعدی هیستوری هست که تمام دستوراتی که در گذشته اجرا کردید میتونید مشاهده بکنید. دستور جاوا پی هست. توسط این دستور شما میتونید کلاس هایی که تعریف کردید رو دیس اسمبل بکنید و ببینید چه جاوا بایت کدی براش تولید شده. خیلی دستور خوبی هست چون
باعث میشه که شما یک شناخت اینترنالی نسبت به زبان پیدا بکنید و متوجه بشید که زبان به چه شکلی کار میکنه. توسط دستور لود کولون لود شما میتونید یک اسکالا فایل رو وارد محیط ریپل بکنید. اون اسکالا فایل اجرا میشه و حالا کل کلاس ها و متد هایی که در اون تعریف شده برای شما قابل دسترس میشه. دستور کولون پیست هست. وقتی که این دستور رو بزنید محیط ریپل از حالت اینتراکتیو خارج میشه. شما میتونید چندین خط کد رو پشت سر هم بنویسید، یعنی با زدن دکمه اینتر دستوری که شما دارید بنویسید اجرا نمیشه و منتظر میمونه که شما دکمه‌های کنترل و دی رو فشار بدید. بعد از فشار دادن این دوتا دکمه کل دستوراتی که شما نوشتید در اون اسکوپ اجرا خواهند شد. خب دستور بعدی کولون کویت هست که به صورت مخفف میتونید از کولون کیو هم استفاده کنید. با این دستور میتونید از محیط خارج بشید. دستور کولون ریپلی هست که با استفاده از این دستور محیط ریپل شما ریست میشه و کل دستوری که قبل از اون اجرا کردید دوباره اجرا میشه. دستور ریست هست که کل اکزیکیوشن انوایرمنت شما ریست میشه و شما از اول میتونید تعریف خودتون داشته باشید. کولون sh هست که به شما یک شل کامند میده، یعنی شما میتونید یک شل کامند رو در محیط ریپل اجرا بکنید. و کولون وارنینگ هست که توسط اون میتونید وارنینگ هایی که تولید شده و ایگنور شده رو مشاهده بکنید. خب اولین دستوری که مشاهده میکنیم دستور هیستوری هست. برای اینکه از این دستور استفاده کنیم من وارد ترمینال میشم و چند تا دستور رو اجرا میکنم. برای مثال یک ولیو تعریف میکنم به نام name، مقدارش میذارم سروش. یک ولیو تعریف میکنم به نام age، مقدارش میذارم 20 و یک چیزی هم پرینت میکنم بر روی خروجی. حالا من اگه دستور هیستوری فاصله 3 رو ببخشید ابتداش بعد شما کولون بذارید. اگر شما دستور کولون هیستوری 3 رو استفاده بکنید 3 خط آخری رو که اجرا کردید رو میتونید مشاهده بکنید. خیلی کاربردی هست، مخصوصا وقتی که دستورات زیادی رو قبلا اجرا کردید. همونجوری که میبینید الان 430 تا کامند درون هیستوری من هست، یعنی کل اون هیستوری هایی که کل اون کامنت هایی که قبلا هم اجرا کردید و الان بهشون دسترسی دارید و میتونید مشاهده بکنید. خب بذارید با دستور پیست آشنا بشیم. برای استفاده از این کامند درون اسکال شلتون می نویسید کولون پیست، وارد محیط غیر اینتراکتیو میشید. حالا میتونید یک سری توابع کامنت ها، اکسپرشن ها، کلاس ها، هرچی که میخوای و مربوط به زبان اسکالا میشه تعریف کنید. برای مثل من اینجا چند تا متغیر تعریف میکنم، چند تا ولیو تعریف میکنم. v1 مساوی v1، ولیو v2 مساوی v2، پرینت ln بکنیم v1 به علاوه v2. حالا اگه من دستور کنترل دی رو اجرا بکنم این سه تا دستور با همدیگه پشت سر همدیگه اجرا میشه. خیلی کاربردیه. وقتی که شما دارید یک کلاس رو تعریف میکنید احتمالا نیاز دارید که اون رو تو چند خط تعریف بکنید و بعدش با زدن دکمه کنترل دی کل اونها اجرا میشن. خب اجازه بدید که دستور جاوا پی رو ببینیم، چون خیلی میتونه به دردتون بخوره برای اینکه آشنایی بیشتری با این زبان پیدا بکنید. یک مثالی رو ما توی مقدمه دیدیم که 2 تا کلاس مختلف تعریف شد و گفتیم که این 2 تا کلاس که یکی با زبان جاوا نوشته شد یکی با زبان اسکالا، جاوا بایت کد های تقریبا یکسانی تولید میکنن. حالا اینجا میتونیم ببینیم که آیا واقعا به همین شکله، یعنی خروجی اون کلاس یک خطی که با اسکالا تعریف کردیم اون ویژگی هایی که باید فاینال بشن یعنی ایمیوتبل بشن وریبل ها و این امکانی که کانستراکتوری داشته باشیم که 2 تا فیلد بگیره واقعا
تعریف شده بود در سطح جاوا بایت کد یا نه. برای اینکه این ویژگی رو ببینیم ابتدا اجازه بدید که من یک کلاس تعریف بکنم به نام پرسن که دوتا فیلد داره، یکی به نام نیم و یکی به نام لاست نیم. خب حالا که این کلاس رو تعریف کردیم و توسط محیط اسکالا شناخته شد، میتونیم با استفاده از دستور کولون جاوا پی -c نام کلاس جاوا بایت کد تولید شده واسه این زبان رو مشاهده بکنیم. خب همونطور که میبینید این کلاس که تعریفش از اینجا شروع میشه، یک متدی براش ساخته شده به نام نیم که خروجیش استرینگه و چیزی به عنوان ورودی نمیگیره. این در واقع همون گتری هست که ما توی جاوا تعریف میکنیم. یک متد دیگه داریم به نام لاست نیم که خروجیش استرینگ هست و ورودی نمیگیره. این هم تعریف گتری هستش که ما معمولا توی جاوا تعریف میکنیم برای لاست نیم، یعنی میگیم get last name. اینجا به این شکل پیاده سازی شده و یک کانستراکتوری ساخته شده که دوتا متغیر استرینگ میگیره و یه سری کار انجام میده. یکیش اینه که یک فیلد به نام نیم رو تعریف میکنه و مقدار دهی میکنه، یک فیلد به نام لاست نیم رو تعریف میکنه و مقدار دهی میکنه و کانستراکتور آبجکت رو کال میکنه. اگه زیاد با مباحث آبجکت اورینتد آشنایی ندارید زیاد مهم نیست. اینجا فقط خواستیم که این قابلیت محیط اسکالا اینتراکتیو رو ببینیم و توی بخشای بعدی بیشتر من در مورد آبجکت اورینتد توضیح خواهم داد. اما خیلی خوبه که شما موازی این دوره خودتون هم مطالعاتی برای آبجکت اورینتد و مفهوم فانکشنال پروگرامینگ داشته باشید. خب بقیه دستوران به نظرم دستورات واضحی هستند و نیازی به بیان ندارم. فقط دستور ریست رو ما استفاده میکنیم تا محیطمون ریست بشه و کل اون متغیرهایی که تعریف کردیم پاک بشه. یعنی اگه من الان دوباره جاوا پی رو اجرا بکنم به این پیغام میده که این فایل پیدا نشد. یعنی چون وقتی که شما یک کلاسی تعریف میکنید برای اون کلاس یک فایلی ساخته میشه به نام person.class که جاوا بایت کد در واقع پرسن در اون قرار میگیره. چون ما این کلاس رو تعریف نکردیم و محیط رو ریست کردیم، exception file not found exception رو به ما میده. بسیار عالی. خب حالا میخوایم با مفهوم immutable value ها توی زبان اسکالا آشنا بشیم. خیلی از مواقع ما میخوایم زمانی که یک متغیری در سیستم ما تعریف شد مقدارش دیگه قابل تغییر نباشه. اصطلاحاً میگیم که immutable هست، یعنی میخوایم استیت ثابت بمونه. این به این معنی نیستش که این مقدار کانستنت هست. فرق میکنه. مفهوم immutable value یعنی مقدار یک بار محاسبه میشه به وجود میاد اما دیگه قابلیت تغییر اون وجود نداره. خب immutable value امکان این رو به ما میده که یک ریفرنسی داشته باشیم که تنها فقط به یک آبجکت میتونه اشاره بکنه. خود اون آبجکت میتونه میوتبل باشه یا ایمیوتبل که جلوتر بیشتر توضیح میدیم. اما این مهمه که شما وقتی که یک ایمیوتبل ولیو رو به یک مقدار اساین کردید دیگه نمیتونید از اساینمنت دوباره استفاده بکنید و اون ریفرنس رو، اون ایمیوتبل ولیو رو به یک مقدار دیگه اساین بکنید. دقیقا مثل این مونه که توی زبان جاوا شما از کیورد فاینال برای تعریف یک ریفرنس استفاده بکنید. میتونیم یک مثال ازش ببینیم. برای این مثال شما اگه یک immutable value به نام v1 تعریف کنید و به اون یک مقداری بدید، برای مثال value 1. حالا اگه تلاش کنید که اون v1 رو مساوی یک مقدار دیگه بذارید خواهید دیدید که این دستور یک خطا ایجاد میکنه که متنش هم هست روی assignment to val.
مفهوم دیگه تایپ اینفرنس هست، یعنی استنتاج تایپ. همونطور که احتمالاً توی مثالهای قبلی ما دیدید، زمانی که ما داریم یک وریبل تعریف میکنیم معمولاً تایپ رو تعریف نمی کنیم و تایپ توسط خود کامپایلر از روی مقدار استنتاج میشه. برای مثال دستور اول رو مشاهده بکنید. نوشته شده ول مسیج مساوی یک استرینگ. اینجا شما نیاز ندارید که بگید قبل از اینکه این اسایمنت رو انجام بدید بگید که این مسیج من تایپش استرینگ هست، که البته این کار میتونید بکنید، توی دستور بعدی میبینید، اما خب نیازی نیست. تایپ اینفرنس خود کامپایلر میاد این کار میکنه و تایپ وریبل مسیج رو مساوی میذاره با استرینگ. توی دستور بعدی میبینید که ما یک ولیوی مسیج تعریف کردیم با تایپ اینتیجر، اما مقدار استرینگ رو به اون پاس دادیم. خب اینجا یه ارور صورت میگیره، تایپ میسمچ، و کامپایلر اجازه همچین تعریفی رو به شما نمیده.